سلام علیکم هموطنان و دوستان عزیز. خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمتاش. اما بعد خیلی که بر همه ما شما معلومه هفته آینده یک معرکه سیاسی در جمهوری تاجیکستان برپا خواهد شد، یعنی که معرکه انتخاباتی و بحث ما هم انشالله در اطراف همین معرکه امروز انشالله آغاز می‌یابد. و خیلی که ما هفته گذشته بود یا یکی در برنامه گذشته بس هم شما یا که یک کوتاه درباره انتخابات گپ زده بودیم و امروز هم میخوام دوام همون صحبت برای شما برسانم. اولا در مسئله انتخابات تمامی جهان ده میدونن که انتخابات هست. تمامی بگیم ناحیه ها و شهرها و ولایت ها ده، یعنی امو انتخابات هایی که اگر پارلمانی باشه در ناحیه ها شهرها و ولایت ها میشوه و از اون جمله همین انتخابات ما و شما هم از بغیر از حزب ها با در ناحیه ها، قشلاق ها، ولایت ها، شهرها میشوه. نفرایی که آمادگی دیدن یا که تیاری دیدن یا خودشون نامزد پیشبری میکنن با مردم نمایش میتن یا که رکلام میکنن که ما را انتخاب کنین، ما را آواز بتین، ما را نظرتون در ما دریغ ندارین، ما را دستگیری کنین، طرفداری کنین. ما با شما چیکار میکنیم؟ قشلاق خودم میرم بسیار تری فریبورا میکنن، آوتون میکشیم، راهاتون ساز میکنیم، برق نداشته باشیم برقتون میاریم، کارخانه‌تون ساز میکنیم، زندگی شما را بهتر. یعنی همون بیچاره‌های کمپیر و مسافر یا که نفرایی که از خبرهای جهان یا که از بگیم سیاست از این مکرهای رحمان اگر خبردار نباشن، اونها شاید که باورشون کنن، باورشون هم نکنن، مجبوری اما یک آوازه یا که یک رای خچه میگیرن میتش. یعنی همین دپتاتوری که بعضیش فریب میکنن در قشلاق و در بعضی ناحیه های داخل تاجیکستان. و مقصد گپای ما در این مسئله انتخابات همه برادرها یا که هموطنان عزیز که در همین انتخابات همه ما و شما باید اشتراک کنیم. همه ما و شما میدونین که انتخابات در اشتراک کردن از سن 18 بالا ای، چی مرد باشی چی زن باشی، چی بسواد چی بسواد، چی شهری چی دهاتی، سیاه سفید فرق نمیکنه. فقط گفتیم که ما امروز در شبکه فیسبوک در صفحه ما همچون یک شهروند نوشتم و بگیم که تاریخ خطی یک بوریگه اعلان کنم، پیشنهادم کردم که نفرایی که معذورن، بیماری وزمین دارن، کسل روحیان، یعنی که بعضی هستن که تستیز می قپشون نمیتونن یا که مسافد کمپیری که رگشته نمیتونه یا دیگر عذرهایی که سخت باشه نتونین در انتخابات اشتراک کرده، میتونین که مقصد که با یگان حالت یا شرایط هم میدونین که چی خیلیه، یعنی اینترنت خطیه یگان رای شبیه و این که خطون آوازی خطون بمونه، نه اینکه از تن شما یگان نفر دیگه آواز بده یا یکی خب کنین به طرف باشین. بسیاری ها هستن هم خیلی فکر میکنن که من نرم هیچ کنم میکنه یا که نو بچون نه در ظالم نگاه که رحمانوف ظالمه، نمی امالی الکش یا ظالم دشمن یا خوینه یا بدبخته. شما وقت اشتراک نمیکنین در همین انتخابات شما گویا که خطونا همصف یعنی هم فکری رحمانوف نشون میتین. شما ایرا میدونین خطون، اگر که ندونین بدونین که به طرف یا که نفرای هسته که این خیانت های میروند در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، یعنی که حزب همین الکش امامعلی های آواز میتن، این هم خیانت های. ما 7 حزب داریم گفتیم، همین 7 حزب یک حزب چه انتخاب که یعنی اختیاریت تصمیمیت در خطای نگذار که یک نفر گه ایت آواز بته یا که نظر فکریت را بدزده که یا دزدن، یعنی حزب امامعلی یا همش دزدن، شما را فریب میکنن، اوزی خطی شما معامله خوب رفتار و وعده های طلاییتون میتن
بعد انتخاب تمام شد شما دیگه نمیبینین. این خودتون همتون میدونین. تمام همین قانونایی که زیدی ملتن، زیدی فرهنگ، زیدی دین اسلامن، این همین دپوتاتایی که تو امروز بدن، هم حزب حاکم، این هم حزب امام علی، این هم بروردن قبول میکردن و از این هم به بعد فراموش نکنین هموطنان گرامی که از این به بعد به طرفی میکنین یا که اشتراک نمیکنین که خب میکنین، این هم حزب خچه غالب اعلان میکنه، خچه پیروز اعلان میکنه، 75% یا که 80% میگه مردم رو آواز داد. قانونای بدتر میگه شما باز هم تعریف میگه که خیلی نابوچون یا که خدای را میزنه. همین عقیده پوسیدگی بگیم عقیده پلیده، عقیده پلید، عقیده کثیف خطی ما میریم نابود میشیم. خب نفری هسته که شاید بگم ما در خارجه ایم، چی در اروپا، چی در امریکا، چی در روسیه. امروز میدونی که شرایط چه خوبه، یک نوار میکنی 10 سکون ما فلان حزب آواز میتم. شرط نیست که تو تاجیکستان دا باید باشی. امروز نگاه کنید شما را با بسیارتر فریب میکنن که نفری که 5 سال از تاجیکستان بیرونه و حق آواز دادن نداره. شما را همچون یک شهروند تاجیکستان یا قبول ندارن. انتخابات یک مردمی ای، یعنی حکومت شما باید انتخاب کنین، وکیلا را، دپوتاتا را شما باید انتخاب کنین، نه اینکه یک ظالم یا دزد یا قاتل یا الکش یا بیناموس خودش انتخاب کنه و بگن که او میدونه، او باسواده، او پیون میشه، کتاب مینویسه، او میفهمه. ولی الکش امام علی بعد انتخابات شاید ببره بگه آینده تاجیکستان در دست جوانای، میزنه رقم مست میبره میگه آینده تاجیکستان در دست جوانای. برای همین участкهای انتخاباتی دارین، در مکتبا شاید باشه، شاید که در اگون باغچه کودکای در هر ناحیه، در هر یک بگیم محله ده و الکی نامنویس باید کرده باشن، ناموی کدامی نباشه یا که اشتراک کردن میخواین باید بریم بگین که نامی ما هسته یا نیست، نباشه پیشنهاد که پاسپورت میپرسه، شهادتنامه چیزی میپرسه، بسپار بگی تو امضا که یا که همون روز دبره اشتراک که. بچه ها میرن یک کابینه یا که یک اتاق یکی شما را کسی نمیبینه، خطش بزا حزبی نو در کاریشه، حزبی که در کارت هموشه اوکی باشه چیزی باشه همون را انتخاب که. نگاه کن معرکه ای که مردمیه انتخابات یا تی انتخابی تای، رای تای، تصمیمی تای، ترا کسی مجبور نکن، این حق شهروندی تای، این را همی قانون و سرقانون قطعی همه چیز قطعی حق داری که کدام حزبی رو انتخاب کنی و اشتراک هم باید بکنی. بعضی دولت ها حتی اشتراک نکنن در انتخابات جریمه شونن میکنن. همین اگر تاجیکستان همین جریمه را پیشنهاد میکرد یا که قبول میکرد همین خوب ده، شما بعد مجبور بعضید که نمیفورتون یا که بسیار بعد اسلام دوست دارین خیال میکنین انتخابات اسلام بیرون، سیاست اسلام جدو نمیرین، شما بعد مجبور میرفتین، یعنی انتخابات اشتراک میکردین اگر همین را جریمه خدی میکردن. برای بعضیا با خوبی نمیرن، فکر میکنن که نریم تمام. موگویو که نگاه کنین رحمانوف وقتی بد میبینین، همین دشمن همین حرامی را وقتی شوم میبینین، اشتراک شما یک ضربه بایه اینا میره حزب اون را انتخاب نمیکنی. خب بعد بگو که بد چی شد وقتی که تو در او حزب آواز ندادی، بعد این وقتی که پیروزی کدام حزب اعلان میشوه اونجا هر یک نفر آواز دادگی خودش میدونه در کدام حزب آواز داده. این حساب کتاب داره، بعد تو باید بپرسی که من در او حزب آواز ندادم، من در حزبی که آواز دادم او چند آواز گرفت، فایز او را باید بگه، تو باید او را کنترل کنی، تو باید او را تحقیق کنی، بپرسی. برای همین وقتی رحمانوف بعد میبینین دشمنای بیناموسایان نمیفورتون، انم یک ضربه هایی که شما در انتخابات میرین حزب اون را انتخاب نمیکنین. اگر که دوستش میدارین رحمانوف حزب شه، مرحمت اشتراک نکنین. اگر دوستش بدارین یا که اشتراک کنین، امو گالشکای ساوز اگر ده همو باشه که اوکی باشه، هر چی نباشه خیلی انتخاب کنین. هم را بگین ما رحمانوف دوست میداریم، ما ظلم پروریم، ظالم دوست داریم، ما همین را انتخاب میکنیم که آینده تاجیکستان درخشانه، تاجیکستان به پیش. نگاه کنین ما سیم کارت را وقتی که گفتن عوض میکنن چیکارتون کردن؟ فریبتون کردن. پاسپورت باید بگیرین
این اجرت، این نوبتیستی، روزها قطعی، ساعتها قطعی، شبای روزه فرق نداشت، همه میرفت برای یک سیم کارت، برای یک پاسپورت. یا که اگر یک داکومنتی که مثال در روسیه ندیده اینه چخیل پاتنت باشه یا یک حجت دیگه باشه، چخیل طلپا اجرت، یعنی جون میتی که میره برای که یک روزی خوبه، یعنی تو امید داری که یک روزی خوبه میبینی، یعنی آینده تا همین چیزایی که از من گفته استم. سیم کارت هم برای روزی خوب تا، یعنی یگان کمبودی شوه، یگان مشکلات با سیم کارت حل میکنه، یعنی با تلفن یا که پاسپورت خطی یا که همین حجتایی که گفتن در روسیه بسیارتر این حالت میشه که اجرت میشه، یعنی برای آیندت حرکت میکنی، طلپا های اجرت های نوبت های فکرش نمیکنی، عذابش پرونه میکنی، مهم میگوی من اشتراک کنم در اینجا یا که همین کار نبود کنم. همین انتخاب هم همه انتخابات تو باید هم تا طلپاوی باشه و هر راه نباشه باید اشتراک کنی. گفتیم که اگر دور باشی از تاجیکستان بیرون مرحمت یک نوار میکنی که خطی های ما شهروند تاجیکستان اما 7 حزب یا حزب انتخاب میکنیم، ولی ما کسی را به یگان حزب دعوت ندارم، ما یگان کسی به یگان حزب دعوت ندارم، مجبورم نمیکنم کدام حزب شما آواز بتین یا که نتین. فقط ما حزبی را که قبول ندارم عینی حال انم حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان، یعنی که روبرش الکش امالی علیه لعنه، ما را قبول ندارم، ما را آواز نمیتم. شما میتونید یا حزبی که قبولش دارین باید آواز بتین. آخه با میگم که شما وقتی آواز نمیتین این معنی او را نداره که رحمانوف استعفا بده یا که رحمانوف ایزا بکشه. پروای شما را داره میزنه کنیکه میبره میگه تاجیکستان به پیش. برای همین هموطنان، پدران، مادران در انتخابات اشتراک بکنین. دعوتی ما همچون یک شهروند نگاه کنین. این رنگ انتخابات های 2020 رنگ انتخابات های 2015 10 5 2095 نیست. این سال فرق میکنه. مردمی تاجیکستان الحال فرق میکنه مردمی 5 سال پیش، 10 سال، 15 سال پیش. مرا کسی هم مجبورم نمیکنه، اگرون حزبم پولم نمیگیرم که ما فلان حزب تبلیغ کنم. فقط ما همچون یک شهروند تاجیکستان این حق دارم و شما هم دارین که مردمی که خبر نداره یا که پروا نداره بگن که در انتخابات اشتراک کنه. انشاءالله ما در اینجا صحبت با آخر میرسونم و باز در اطراف انتخابات صحبت ها هسته و از آن جمله من نظر خدمه انتخاب خدمه در کدام حزب در برآمد آینده برای شما میگم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان ما و شما باشه.